از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند دشوارترین نمازها برای منافقان نماز عشا و نماز صبح است، یعنی نماز خفتن و نماز بامداد. و اگر می دانستند چی پاداش بزرگی در این دو نماز نهفته است، بر روی زمین می خزیدند و در این دو نماز شرکت می کردند. در ادامه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خواستم دستور دهم برای نماز اقامه گفته شود، یعنی برای نماز جماعت. آنگاه دستور دهم کسی بجای من امامت نماز را برای مردم به عهده بگیرد و خود با مردانی که بسته های هیزم همراهشان هست به سوی کسانی بروم که در نماز جماعت اشتراک نمی کنند و آنها را با خانه هایشان به آتش بزنم. یعنی منافقان رفتار ریاکارانه ای داشتند و در اعمال خود مردم را در نظر می گرفتند و الله متعال را بسیار اندک یاد می کردند، چنانه که الله متعال در مورد آنها خبر داده است. و تنبلی و بیمیلی آنها خود را در نماز عشا و نماز صبح نشان می داد، چون هر دو نماز در تاریکی هستند و مردم آنها را در تاریکی نمی دیدند. اغلب منافقان در این دو نماز کوتاهی می کردند، نمازهایی که در وقت استراحت و لذت خواب بودند و فقط کسانی برای ادای آنها به جماعت شرکت می کردند که از ایمان به الله و امید ثواب و پاداش آخرت برخوردار بودند. لذا این دو نماز دشوارترین نمازها برای منافقان بود، هرچند اگر می دونستند ادای آنها با جماعت در مسجد چه پاداشی دارد. در ادامه رسول الله صلی الله علیه و سلم سوگند یاد می کند که تصمیم داشته که کسانی را مجازات کند که از روی تنبلی در نماز جماعت اشتراک نمی کنند. به این صورت که دستور دهد نمازی به جماعت اقامه شود و مردی بجای ایشان امامتی دهد و خود با همراه مردانی که هیزم به دوش دارند به سراغ گروهی بروند که در نماز جماعت اشتراک نمی کنند. و اگر زنان و کودکان پاک و بیگناه در خانه ها نبودند، خانه هایشان را بر ایشان آتش بزند. و این به دلیل شدت گناهی بود که با شرکت نکردن در جماعت مرتکب می شدند.